ابن کریم و باقلای بغدادی. خلیفه عباسی هارون الرشید به خواست اطرافیان حسود و بدجنس سرانجام دستور قتل وزیر ایرانی خود یعنی جعفر برمکی رو صادر کرد. مردم بغداد از خبر مرگ جعفر برمکی بسیار اندوهگین شدند، ولی جرأت نمی‌کردند که اندوه و غم خودشون رو بروز بدن. اگر کسی در مرگ این وزیر دانشمند و خیرخواه مردم می‌گریست، مجازات مرگ در انتظارش بود. در چنین روزهایی که سکوت و غم در بغداد موج می‌زد، ابن کریم شاعر عرب که در خارج از بغداد و در کلبه‌ای تک و تنها زندگی می‌کرد، به بغداد رسید. اون به کاروانسرایی رفت تا استراحتی کنه و صبح روز بعد به دنبال کاری بره که به خاطر اون به شهر اومده بود. ابن کریم در کاروانسرا به پیرمردی گفت: پدر، چی شده؟ چرا بغداد حال و هوای همیشگی رو نداره؟ چرا مردم اینقدر غمگین و دل مردن؟ پیرمرد گفت: آرام صحبت کن. کمی جلوتر بیا تا بگم که چی شده. ابن کریم جلو رفت و پیرمرد خبر قتل جعفر برمکی رو به اون داد. ابن کریم چون این خبر رو شنید با 2 دست بر سر خیش کوبید و زار زار گریست. پیرمرد با عجله اون رو به پستویی در کاروانسرا برد و گفت: مگه از جونت سیر شدی؟ اگر جاسوسان خلیفه تو رو در این حال ببینن فوراً سر از تن جدا خواهند کرد. اما ابن کریم بی توجه به حرف پیرمرد همچنان قصیده ای رو که در مدح جعفر برمکی سروده بود با صدای بلند میخوند و میگریست. ابن کریم اون شب از شدت اندوه بی آنکه غذایی بخوره به خواب رفت. اون از طرفداران جعفر برمکی بود و سالی 1 بار که به شهر می اومد نزد جعفر می رفت. همیشه قصیده ای رو در وصفش می سرود. براش می خوند و 1000 دینار انعام می گرفت. بعد هم به کلبش باز می گشت و 1 سال رو با همون 1000 دینار زندگی می کرد. سلام بر همراهان عزیزم، خوش اومدید به قصه ها و راز ها. امروز قصه ای از 1001 شب به نام ابن کریم و باقلای بغدادی و داستان کوتاه دیگری رو با هم دیگه میشنویم. همراه هم باشید تا پایان این داستان زیبا. در ضمن لایک کردنم از همین ابتدا فراموش نشه. ابن کریم به خواب رفت. خواب دید که جعفر برمکی نزد اون اومده و به اون میگه: متاسفم که زنده نیستم تا امسال هم 1000 دینار به تو بدم. جاسوسان خلیفه فهمیدند که تو از هواداران من هستی و از مرگ من غمگین شدی. اینجا برای تو محل امنی نیست. سریع خودت رو به مصر نزد محمد کرم بغدادی برسون. نشان او این است که خالی به شانه چپ دارد. این نشانه را به او بگو و 1000 دینار از او بستان. همچنین به او بگو که جعفر برمکی هیچ وقت مزه باقلاهای بغدادی را از یاد نبرد. ابن کریم وقتی از خواب بیدار شد هنوز هوا تاریک بود و به سپیده صبح زمان بسیاری مونده بود. اون آرام و بی سر و صدا سوار شترش شد و بغداد رو به سوی مصر ترک کرد. ابن کریم وقتی به مصر رسید پرسان نشانی منزل محمد کرم بغدادی رو پیدا کرد. محمد کرم به مسجد رفته بود. ابن کریم به مسجد رفت و آرام به اون گفت: برادر، من ابن کریم از دوستان و هواداران جعفر برمکی هستم که پیامی برات آوردم. کرم گفت: خوش اومدی برادر، اما یا جعفر برمکی سخنی به تو نگفته که من حرف شما رو باور کنم؟ جواب داد: اون به من گفت نشان تو این است که خالی سیاه بر شانه چپ داری. محمد کرم با شنیدن این سخن روی تازه وارد رو بوسید و اون رو با خودش به خونش برد. سپس از اون به طور شایسته‌ای پذیرایی کرد و حال و احوال جعفر برمکی رو پرسید. ابن کریم گریان ماجرای مرگ جعفر برمکی رو باز گفت. محمد کرم از شنیدن این خبر بسیار اندوهگین شد. مدتی طولانی زار زار گریست
و از غم و اندوه در بستر بیماری افتاد. 1 هفته طول کشید تا حال محمد کرم رو به بهبودی گذشت. ابن کرم شعری رو که در مدح جعفر برمکی سروده بود برای محمد کرم خوند. محمد کرم گفت: درسته که ما از نژاد عرب هستیم و اصالت جعفر ابن برمکی ایرانی بود، ولی بزرگی و انسانیت اون باید سرمشق ما اعراب قرار گیرد. تو چگونه با جعفر آشنا شدی؟ جواب داد: من شعری و مدحی در وصف این انسان آزاده سرودم و براش خوندم. اون که طرفدار ادب و ادیبان بود 1000 دینار به من پاداش داد و از من خواست تا سالی 1 بار به دیدنش برم. من هم که عادت بر سرودن شعر در وصف این شخص و آن شخص نداشتم، فقط برای جعفر شعری می سرودم و هر سال که به بغداد می آمدم روزی نزد او مهمان می شدم و شعرم رو براش می خوندم و اون هم 1000 دینار به من می داد که با اون پول 1 سال زندگی خودم رو اداره می کردم. محمد کرم گفت: حال که او به دست خلیفه ستمگر به قتل رسیده، چگونه زندگی خود را اداره خواهی کرد؟ ابن کریم گفت: آخرین شبی که در بغداد بودم، اون به خواب من اومد و نشانی تو رو به من داد و گفت که تو 1000 دینار رو به من خواهی داد. در ضمن اون از مزه باقلاهای بغدادی تعریف می کرد و می گفت که هرگز مزه اون رو از یاد نبرده. محمد کرم گفت: خدا اون رو رحمت کنه. من 1500 دینار به تو میدم تا بتونی به خوبی زندگی کنی. یادت باشه که هر سال در سوگ جعفر شعری بسرایی و برای من بیاری و شبی مهمان من باشی. ابن کریم گفت: متشکرم یا محمد کرم بغدادی. دوستان جعفر برمکی همچون خود او سخاوتمند و جوان مردن، اما دوست دارم از موضوع باقلای بغدادی مطلع شم. محمد کرم گفت: داستان طولانی و شنیدنی است. مرد فقیری بودم و این جاه و مقام و ثروت رو نداشتم. برای لقمه نانی دست به هر کاری می زدم. باربری، هیزم شکنی، نوکری خانه‌های مردم و چیزهای دیگه. روزی از روزها زمستان که هوا به شدت سرد بود و باران شدیدی میبارید، در کلبه خود از سرما مثل بید میلرزیدم. چند روزی بود که کار پیدا نکرده بودم. به جز 7 پشیز پولی نداشتم. میدونستم که با اون پول حتی نمیتونم نیم قرص نانی بخرم. دیگچه‌ای در خانه داشتم. تصمیم گرفتم اون رو به بازار ببرم و بفروشم و 2-3 قرصی نان تهیه کنم. اون شب در کلبه به صیقل دادن دیگچه پرداختم تا هم گرم شم و هم دیگچه رنگ نوعی به خود بگیره. صبح به بازار رفتم. خریداری برای اون نیافتم. پیرزنی که من رو میشناخت صدام زد و گفت: محمد کرم، فکر میکنم زندگی به تو بسیار فشار آورده که میخوای دیگچه تو بفروشی. من 1 کیسه باقلای خشک دارم که اون رو به تو قرض میدم تا در همین دیگچه بپزی و به بازار ببری و بفروشی. چون با سردی هوا مشتری برای باقلای گرم بسیار زیاده. طی 3 روز میتونی باقلاها رو بفروشی. من در روز 4م فقط 7 پشیز خودم رو از تو میخوام. پیشنهاد آن پیرزن رو پذیرفتم. کیسه باقلا رو گرفتم و 1/3 اون رو پختم. همانطور که پیرزن گفته بود نمک و فلفل هندی به اون زدم و به سوی بازار به راه افتادم. برای جلب توجه مردم مرتب داد می زدم: باقلا دارم، باقلای تازه، سوغاتی از کشور ایران. مقداری از باقلاهای پخته رو فروختم و 2 پشیزی کاسبی کردم. شب شد. خسته و گرسنه به کلبه‌ام بازگشتم. غذایی نداشتم. باقی مانده باقلاها رو خودم خوردم. برای صبح روز بعد 1/3 دیگه از باقلاهای کیسه رو پختم و نمک و فلفل زدم و همراه با دیگچه باقلا به بازار رفتم. تا شب دور بازار گشتم و فریاد زدم. اما هیچ کس مشتری باقلا نبود.
باز مثل شب قبل خسته و گرسنه برگشتم و از همون باقلاهایی که حالا سرد و بدمزه شده بودن خوردم. صبح روز بعد روز از نو بود و روزی از نو. دیگچه به سر رو به سوی بازار داشتم، اما از خریدار هیچ خبری نبود. به سوی کوچه های بغداد به راه افتادم. از مقابل کاخ جعفر برمکی رد شدم. با ناامیدی فریاد زدم: باقلای سوغاتی از ایران. صدای خنده مردی رو شنیدم. سپس مردی رو دیدم که من رو صدا میکنه. جعفر برمکی بود. ترسیدم که نکنه فریادهای من اون رو ناراحت کرده باشه. اما فوراً متوجه شدم قبل از این که صدام بزنه خنده های اون رو شنیده بودم. کسی که ناراحت باشه نمیخنده. از طرفی همه مردم بغداد و مصر جعفر رو به عدل میشناسن. سپس با شجاعت پیش رفتم. جعفر در میان جمعی از ایرانیان و دوستان خود نشسته بود. با خنده گفت: من با بازرگانان ایرانی که اکنون مهمان من هستند شرط کردم که هر کدام پیاله ای از باقلای تو بخوریم و در عوض پیاله ای از سکه های زر در دیگچه‌ات بریزیم. چشمام از حدقه داشت در می اومد. خواب بودم؟ آیا جعفر برمکی و دوستاش میخواستن من رو مسخره کنن و لحظه ای رو خوش بگذرونن؟ صدای جعفر من رو به خودم آورد که گفت: چرا معطل هستی؟ پیاله های مهمانان رو پر کن. پیاله ها رو از باقلا پر کردم و به مهمونا دادم. در ته دیگ حتی یک دانه هم باقی نموند تا به خود جعفر تقدیم کنم. مهمانان با لذت همه باقلاها رو خوردن و در عوض در جلوی چشمهای متعجب من پیاله های خود رو پر از سکه کردن و داخل دیگچه‌ام ریختن. من اینک دیگچه‌ای پر از سکه طلا داشتم. یک دانه باقلا جلوی پایم افتاده بود. جعفر به آن اشاره کرد و گفت: ای برادر عرب، آن باقلا هم سهم منه. اون رو برداشتم و به اون دادم. اون پوست باقلا رو کند و خورد و از مزه اون بسیار تعریف کرد. دوستاش به اون گفتن: تو چون تنها نیمی از باقلا رو خوردی، پس باید در عوض اون 1/2 درم به این مرد بدی. اون گفت: این مرد دیگه فقیر نیست و احتیاجی به 1/2 درم من نداره. اون حال میتونه بازرگانی همپایه شما شه. اما این مرد ایرانی آنقدر سخاوتمند بود که دستور داد تا دیگی پر از سکه طلا برام آوردن و اون رو در عوض اون باقلا به من داد. نمیدونستم چطور باید از اون تشکر کنم. جعفر به من گفت: تو در هنگام فروش باقلاها نام کشور من رو بردی و من هم در عوض تو رو ثروتمند کردم. سپس آهسته و بدون اینکه دیگر حاضران بشنوند گفت: این دیگ پر از طلا و جواهر هم از ثروت خلیفه است. اون از محرومان می ستاند و من به محرومان می بخشم. خوشحال دیگ ها رو به خانه آوردم. پاداش خوبی به اون پیرزن که باقلاها رو به من داده بود بخشیدم و خودم با اون ثروت به تجارت پرداختم و بازرگان معروفی شدم. بله، داستان بسیار زیبایی بود. وقت شنیدن داستان بعدیه. ویدیو رو لایک کنید و با من همراه باشید. دزد جوانمرد. مردی نظامی از شهر خودش خارج شد. اون شهر به شهر میگشت تا اینکه به اسکندریه رسید. به کاروانسرایی رفت تا شب رو در اونجا بگذرونه. هنوز مدتی نگذشته بود که دست به خورجین خودش برد، اما اثری از کیسه پولش نیافت. دانست که اون رو بودند. در اون کیسه 2000 دینار بود. مرد شکایت به نزد والی شهر برد. والی شهر اسکندریه مردی به نام حسام الدین بود. حسام الدین دستور داد و سربازها تمام اشخاصی رو که اون شب در کاروانسرا بودن دستگیر و به زندان انداخته تا صبح اون در میان آنان دزد رو پیدا کنه.
صبح تمامی افرادی رو که از کاروانسرا به زندان برده بودن نزد والی آوردن. اما همه اونا ادعا می‌کردن که کیسه مرد نظامی رو ندزدیدن. والی تصمیم گرفت همه رو تنبیه کنه تا شاید دزد زیر شکنجه و شلاق به حرف بیاد. متهمان همچون بید می‌لرزیدن که ناگهان مردی شتابان خودش رو به والی رسوند و گفت: دزد پولهای این مرد من هستم. بقیه افراد گناهی ندارن. اونها رو آزاد کنید. این هم کیسه پول. والی رو به مرد نظامی کرد و گفت: آیا کیسه پول تو همین کیسه است؟ نظامی با خوشحالی گفت: بله قربان، این همون کیسه منه. والی گفت: خیلی خوب، کیسه تو بگیر. این مرد دزده و باید مجازات شه. افرادی رو هم که از کاروانسرا به اینجا آوردیم و متهم به دزدی هستن آزاد کنید چون گناهی ندارن. مرد نظامی کیسه رو گرفت و داخل خورجین خودش گذاشت. آنگاه والی رو به دزد کرد و پرسید: تو چگونه پول این مرد رو بودی؟ دزد گفت: در بازار قاهره مشغول تماشا بودم که دیدم این مرد 2000 سکه از صرافی گرفت و در این کیسه گذاشت. سپس کیسه رو داخل خورجین گذاشت. من این مرد رو تعقیب کردم. سعی داشتم از فرصتی استفاده کنم و پولهاشو بدزدم، اما موفق نمی شدم. همراه با اون به اسکندریه رسیدم. اون وارد کاروانسرا شد. من هم به کاروانسرا رفتم. چون به خواب رفت و صدای خور و پف اون بلند شد، آهسته و بی سر و صدا با چاقویی که همراه داشتم خورجین رو پاره کردم و دستم رو داخل خورجین فرو بردم. دزد همونطور که صحبت می کرد دست خودش رو بار دیگه داخل خورجین کرد تا نشون بده که چطور کیسه پول رو برداشته. بعد کیسه رو از خورجین بیرون آورد و ادامه داد: بله، کیسه ها رو از خورجین برداشتم و شروع به دویدن کردم. و در حالی که کیسه پول رو در دست داشت شروع به دویدن کرد. اون به برکه ای رسید که در اون نزدیکی بود و داخل اون پرید. والی دستور داد تا سربازها وارد برکه شن و دزد رو دستگیر کنن. کیسه پول رو هم پس بگیرن. سربازها دستور والی رو اطاعت کردند، ولی از دزد هیچ خبری نبود. والی به مرد نظامی گفت: خب، دزد مال تو پیدا و معلوم شد که کیست. ما نیز پول رو از اون گرفتیم و به تو پس دادیم، اما تو نتونستی پولت رو حفظ کنی. دزد هم از سستی تو استفاده کرد و بار دیگه کیسه رو بود و فرار کرد. حالا دیگه کاری از دست ما ساخته نیست. امیدوارم که از این داستان‌ها لذت برده باشید. هر شب با یک داستان جدید با ما همراه باشید. نفرین و دعای پیرزن. آوردند که در زمانهای قدیم حاکمی زندگی می کرد که مثل بیشتر حاکمان اون زمانها علاقه فراوانی به شکار داشت و هر از چندی با دوستان و نزدیکانش به عزم شکار از شهر بیرون می رفت و در دشت و کوه و جنگل به شکار می پرداخت. روزی از روزها و در یکی از این شکارها حاکم و همراهانش به مرغزاری فرح بخش رسیدند. حاکم دستور داد تا در اونجا از اسبها پیاده بشن، چادرها رو برپا کنن و اتراق کنن. حاکم میخواست شب رو همونجا بمونه. اطرافیان حاکم وقتی چادرها رو برافراشتن و اونجا رو برای استراحت حاکم آماده کردن، ناگهان چشمشون به گاوی شیرده و چاق و چله افتاد. حاکم گفت: روزی ما هم رسید. زود اون گاوو بگیرین و سرشو ببرین تا از گوشتش کباب خوشمزه‌ای درست کنیم و بخوریم. چند نفر از خدمتکاران حاکم به سمت گاو رفتن و بدون اینکه بدونن اون گاو مال کیه و آیا صاحبش راضی به سر بریدن اون هست یا نه،
گاو گرفتن و فوراً سرشو بریدن. بعدم آتیش بزرگی برافروختن و بساط کبابو آماده کردن. به زودی بوی کباب توی صحرا پیچید و باد بوی اونو همه جا پخش کرد. حاکم و همراهانش اون شب و اونجا موندن و فردا هم با باقی مانده گوشت گاو کبابی پختن و خوردن و بعدم به شهر برگشتن. و اما بشنوید از صاحب بیچاره گاو. این گاو شیرده مال پیرزنی بود که سرپرستی نداشت و مجبور بود خرج چند تا بچه یتیمش هم در بیاره. گاو اون هر روز شیر فراوونی میداد و پیرزن با فروش شیر خرج روزانه خودش و یتیمهاشو در می آورد. حالا با کشته شدن گاو توسط حاکم و همراهانش روزی این خانواده فقیر به کلی قطع شده بود. پیرزن که با پرسجو فهمیده بود چه بلایی سر گاو نازنینش اومده، حاکمو نفرین کرد و تصمیم گرفت که یتیماشو برداره و با اونا به دیدن حاکم بره و خسارتشو ازش بگیره. بله، داستان داره به جاهای هیجان انگیزش میرسه. منم خیلی مشتاقم ببینم پیرزن بالاخره میتونه حقش رو از حاکم بگیره یا نه. دوستان عزیز، سلام. من شهرزاد هستم، قصه گوی قصه ها و رازها. قبل از اینکه بریم سراغ ادامه داستان، حتما ویدیو رو لایک بکنین و برای عضو شدن در کانال قصه ها و رازها سابسکرایب کردن یادتون نره. برای شنیدن داستان‌های بیشتر هم حتما زنگوله رو فعال کنین. خب، بیشتر از این منتظرتون نمیذارم و دعوت میکنم ادامه ماجرا رو بشنوید. پیرزن از مردی شنید که حاکم هر روز با اسبش میاد و از روی فلان پل میگذره. اون مرد به پیرزن گفت اگه میخوای اونو ببینی با یتیمات برو و سر راه حاکم بشین. در غیر این صورت موفق به دیدار حاکم نمیشی، چون نگهبانا تو رو به درون قصر راه نمیدن و تا روز قیامت هم نمیتونی حاکمو ببینی. پیرزن از راهنمایی اون مرد تشکر کرد و روز بعد با یتیماش به سوی اون پل به راه افتاد. وقتی پلو پیدا کرد به بچه‌هاش دستور داد تا طوری روی پل بشینن که جای عبور کردن برای کسی یا سواری نباشه. بچه‌هام همین کارو کردن و به ردیف روی پل نشستن و منتظر اومدن حاکم موندن. ساعتی بعد حاکم با سوارانش از راه رسید و اون پیرزن و بچه‌هاشو روی پل دید. یکی از مامورا جلو رفت و با صدای بلند سرشون فریاد زد بلند شین! بلند شین! بلند شین! از سر راه حاکم بلند شین! اگه بلند نشین شلاق و سمای اسبا شما رو از پا در میارن. پیرزن از جاش بلند شد. جلو رفت. افسار اسب حاکم و محکم توی دستش گرفت و با صدای بلند گفت اگه روی همین پل حق منو دادی که دادی، وگرنه اون دنیا سر پل صراط سر راه تو میگیرم و حقم از حلقومت میکشم بیرون. اگه به خاطر ظلمی که به من کردی زندگی من نابود بشه، اون دنیا پیش حق تعالی به خون خواهی بلند میشم. حاکم که پیرزن رو نمیشناخت و نمیدونست که اون درباره چی حرف میزنه با تعجب نگاهش میکرد. یکی از همراهان حاکم از پیرزن پرسید ای پیرزن احمق، چطور جرأت میکنی اینطور گستاخانه با حاکم بزرگ حرف بزنی؟ پیرزن گفت چرا حرف نزنم؟ مگه ترسی از حاکم دارم؟ من فقط از خدا میترسم. حاکم حق من و حق یتیمامو خورده. اون بچه‌های بی سرپرست منو گرسنه گذاشته. ظلم اون باعث شده که روزی ما قطع بشه. حالا میپرسی چرا گستاخانه با حاکم بزرگ حرف میزنم؟ حاکم پرسید مادر جان، بگو بدونم از چی حرف میزنی؟ من چه حقی از تو و از بچه‌هات خوردم؟ پیرزن گفت
چه زود فراموش کردی حاکم. گاومو میگم که چند روز پیش بدون اجازه من گرفتین و سرشو بریدین و کباب کردین و خوردین. اون گاو شیرده بود، کمک خرج من و یتیمام بود. پیرزن این حرفا رو زد و مثل ابر بهاری با یتیماش شروع به گریه و زاری کرد. حاکم با شنیدن حرفای پیرزن انگشت به دندون گزید و اون گاو به یاد آورد و فهمید که با این کار خودش چه ظلم بزرگی در حق پیرزن و اطفالش کرده. با خودش گفت: عجب پیرزن جسوری، منو تهدید میکنه اگه دادشو سر این پل ندم سر پل صراط یقمو میگیره تو روز قیامت. بله، اونجا دیگه من این قدرت و این خدم و حشمو ندارم. حاکم با دیدن چشمهای اشکبار پیرزن و اطفالش خیلی ناراحت شد و از شدت ناراحتی و شرم سر به زیر انداخت. رو کرد به پیرزن و گفت: مادر جان، از من نرنج، از دست من غمگین نشو. ما گرسنه بودیم و اون گاو سر بریدیم و خوردیم. خواهش میکنم ما رو ببخش و هر چی که میخوای سر همین پل از من بخواه و به پل صراط واگذار نکن. حاکم ادامه داد: ای مادر، ما رو ببخش. من به جای 1 گاو تو 70 گاو بهت میدم، اما به شرط اینکه منو حلال کنی. اون روز که اون گاوو گرفتیم و سر بریدیم به فکرش بودم که فرداش دستور بدم صاحب گاوو پیدا کنن و خسارتشو بدن، اما نمیدونم چطور شد که از خاطرم رفت و همراهانم هم به یادم نیاوردن که دنبال صاحب گاو بگردیم. به هر حال بازم ازت میخوام که منو حلال کنی. به دستور حاکم 70 گاو در اختیار اون پیرزن قرار دادن. اون با خوشحالی گاوا رو تحویل گرفت و به خونه برد. وقتی به خونه رسید شروع به دعای خیر گفتن در حق حاکم کرد. پیرزن سر نماز حاکم رو دعا کرد و گفت: پروردگارا، این حاکم کرم کرد و به من و اطفالم رحم آورد. تو هم بهش رحم بیار و گناهان و خطاهاشو ببخش و بیامرز. سالها از پی هم اومدن و رفتن و اون حاکم کم کم پیر شد و بعد هم مرد. بعد از مرگ حاکم مرد خدایی یک شب اونو توی خواب میبینه و ازش میپرسه: ای حاکم، اون دنیا رو چطور دیدی و چی به سرت اومد؟ حاکمم جواب میده: اگه اون پیرزن در حق من دعای خیر نکرده بود توی این دنیا من حال زاری داشتم، ولی دعاهای اون منو نجات داد. با دعای اون پیرزن بدبختی از من دور شد. نیک بختی گشت آن بدبختیم، از دعای او نماندان سختیم. عالمی بار اوفتاد از گردنم، تا ابد آزاد کرده آن زنم. بله، حاکم گناه خودشو با اون بخشش بزرگ به پیرزن جبران کرد و پیرزن هم به خاطر اون بخشش برای حاکم دعای خیر کرد و خداوند هم دعاشو پذیرفت و حاکم رو آمرزید. امیدوارم همه ما در مسیر زندگیمون کارهای خیری انجام بدیم که مشمول آمرزش پروردگار قرار بگیریم. آرزو میکنم دعای خیر بندگان خدا پیشکش شما عزیزان باشه. سرگذشت خارکش. آوردند که در زمان حضرت موسی علیه السلام خارکش فقیری زندگی می کرد که بیمار و ناتوان بود و از طریق خارکشی زندگی می کرد. هر روز به صحرا می رفت، خار می کند، می آورد و می فروخت و نون بخور و نمیری در می آورد و با بچه هاش می خورد و شکر خدا رو به جا می آورد. اما خارکش بیچاره روز به روز فقیرتر می شد. بیماری از یه طرف و فقر و بدبختی از طرف دیگه آزارش می داد.
روزی از روزها که بسته خار به پشتش داشت و از صحرا می اومد، به حضرت موسی علیه السلام برخورد. حال زارش رو با ایشون در میون گذاشت و ازش خواهش کرد که هر وقت به سوی کوه طور رفت از خدا بخواد که روزی اون و خونوادش رو بیشتر بکنه و کاری کم زحمت بهش بده. کاری کم زحمت و پر درآمد. خارکش به حضرت موسی گفت: ای پیامبر خدا، از خدا خواهش کن تا به حال زار من و همسر و بچه هام رحم بیاره و ما رو از این بدبختی رها کنه. خب دوستان، من فکر میکنم این از شانس خارکش بود که توی مسیرش به حضرت موسی برخورد و درخواست خودش رو به فرستاده خداوند گفت. میدونم که منتظرین ادامه داستان رو بشنوین و ببینین آیا درخواست اون مرد خارکش اجابت میشه یا نه. اما قبل از اینکه ادامه داستان رو بشنوین حتما ویدیو رو لایک کنین. متاسفانه به خاطر مشکلات اینترنت در کشور یوتیوب بسیاری از لایک های واقعی رو تشخیص نمیده و اونها رو حذف میکنه. برای همین لایک کردن شما علاوه بر اینکه باعث دلگرمی و خوشحالی ماست، باعث میشه افراد بیشتری بتونن قصه ها رو بشنون. اگر هم تا حالا عضو کانال قصه ها و رازها نشدین، حتما سابسکرایب بکنین و زنگوله رو هم فعال کنین. خب بیشتر از این منتظرتون نمیذارم و دعوتتون میکنم ادامه ماجرا رو بشنوین. حضرت موسی وقتی به کوه طور رفت، شرح حال اون خارکش فقیر رو با خداوند گفت. حق تعالی خطاب به موسی فرمود: چیزی که خارکش خواسته توی این دنیا براش فراهم نمیشه، ولی 2 حاجت اونو که فقط من ازش خبر دارم و حتی خودشم نمیدونه، اگه بخواد براش برآورده میکنم. موسی وقتی از کوه طور برگشت به خارکش فقیر گفت: ای برادر، مشکل تو رو با خدا در میون گذاشتم. خداوند فرمود که تو میتونی 2 حاجت ازش بخوای. خداوند اون 2 حاجت رو برآورده میکنه. البته خود تو هم فعلا نمیدونی که اون 2 حاجت چیه، ولی در آینده میفهمی. مرد خارکش به فکر فرو رفت و لحظه‌ای بعد از موسی پرسید: خداوند حرف دیگه ای نزد؟ حضرت موسی گفت: چرا؟ درباره درخواست‌های دیگرت فرمود در این دنیا اونها برآورده نمیشن، یعنی کار کم زحمت و پر درآمدی پیدا نمی‌کنی. لابد خداوند متعال صلاح تو رو بهتر از تو میدونه که این درخواست تو برآورده نمی‌کنه، ولی اون 2 حاجتی که در آینده داری از طرف خداوند برآورده میشه. مرد خارکش با تعجب پرسید: آخه اون 2 حاجت چیه که من خودمم ازش بیخبرم؟ موسی گفت: منم نمیدونم، ولی اینو میدونم که 2 حاجتی که میتونی در آینده از خداوند بخوای نباید جنبه مادی داشته باشه. چند روز بعد از قضای روزگار، پادشاه ظالمی که توی اون سرزمین حکومت میکرد برای شکار به صحرا اومد و همراه یارانش گذرش به منطقه‌ای افتاد که خارکش پیر و خانواده‌اش اونجا زندگی میکردن. پادشاه سوار بر اسب از اونجا میگذشت که ناگهان چشمش به زن خارکش افتاد که در صحرا سرگرم کار بود. پادشاه ظالم از زیرکی و چابکی اون زن در حال انجام کار خیلی خوشش اومد و دستور داد تا اونو بگیرن و به دربارش ببرن تا به همسر پادشاه خدمت کنه. مامورها جلو رفتن و زن خارکش رو گرفتن و به زور اونو از اونجا بردن. خارکش فقیر و بیچاره بی خبر از این واقعه غروب با بار خار بر پشت به خونه اومد و دید طفلان را جگر بریان شده، در غم مادر همه گریان شده. خارکش با تعجب به سمت کودکانش رفت و پرسید:
چی شده بچه ها؟ چرا گریه میکنین؟ چه اتفاقی افتاده؟ پس مادرتون کجاست؟ بچه ها زار زار مثل ابر بهار گریه میکردن. دختر بزرگ خارکش گفت پدر جون، بدبخت شدیم، بی مادر شدیم. پادشاه ظالم مادرمونو گرفت و برای خدمت اونو به دربار برد تا در خدمت ملکه باشه. پادشاه ظالم حتی اجازه نداد تا مادر بیاد و با ما خداحافظی کنه. اونو بردن، دیگه اونو نمیبینیم. مرد خارکش 2 دستی به سر خودش زد و نشست و خون گریه کرد. به درگاه خداوند نالید و اشک‌ها ریخت. دختر خارکش راست میگفت. اونا راستی بدبخت شده بودن، چون خارکش بدون همسرش نمیتونست زندگی کنه. اونم با اون همه بچه‌های بی مادر که نیاز به مهر مادری داشتن و نیاز به پرستاری. مرد خارکش رو به درگاه خداوند نالید و گفت یا رب بر دلم بخشوده ای، وین 2 حاجت هم تو هم فرموده ای. یا ربان زن را تو میدانی همی، این زمان خرسیش گردانی همی. بله، پیرمرد گفت خدایا، اون 2 حاجتی که داشتم و تو خودت ازشون خبر داری، حتی خودمم نمیدونستم. ازت میخوام همین الان زن منو تبدیل به یک خرس کنی. و اما بشنوین از همسر مرد خارکش. اون در دربار پادشاه ظالم در خدمت ملکه بود و صبح تا شب خون گریه میکرد و از دوری فرزندانش مینالید. 3مین روزی که اون در خدمت ملکه بود، ملکه اونو برای انجام کاری صدا زد و به خدمت خواست. زن با چهره‌ای گرفته و غمبار پیش ملکه اومد. وقتی جلوی ملکه رسید، ناگهان تبدیل به یک خرس وحشی و پشمالو شد. ملکه به وحشت افتاد و از ترس جیغ کشید. مامورا ریختن و خرسو گرفتن. پادشاه اومد و وقتی قضیه رو فهمید گفت این زن بدون شک یا جادوگره یا جزو از ما بهترون، وگرنه یه زن چطور میتونه خودشو به شکل یه خرس در بیاره؟ پادشاه دستور داد تا خرسو ببرن و بکشن. اما ملکه دلش به حال خرس سوخت و به شوهرش گفت از کشتن این زن که حالا تبدیل به یه خرس شده چه استفاده‌ای میبری؟ اونو به جای اولش برگردون تا بره پیش بچه‌هاش. پادشاه پیشنهاد همسرش رو پذیرفت و به یکی از مأمورا گفت این خرسو به همون جایی که اونو گرفتیم برگردون. اون روز مرد خارکش برخلاف روزای قبل خارهاشو با قیمت نسبتاً خوبی فروخت. چند تا نون و مقداری پنیر خرید و به سوی خونه‌اش به راه افتاد. وقتی وارد شد، دید خرسی را میان کودکان در گریز از بیم او آن طفلکان. بله، مرد دید یک خرس بین بچه هاشه و اون طفلکا از ترس دارن ازش فرار میکنن. اما خارکش بیچاره از دیدن اون خرس اونقدر خوشحال شد انگار همه دنیا رو یک باره به اون بخشیدن. رو به آسمان کرد و گفت ای خدا، فقط یه حاجت برام باقی مونده. ازت میخوام همسر من رو به همون چیزی که قبلا بود تبدیل بکنی. از ساعه خرس تبدیل به زن مرد خارکش شد و وقتی که بچه ها مادرشون رو دیدن هر کدوم از خوشحالی به هوا پریدن. وقتی اون 2 حاجت مرد خارکش برآورده شد، رو به درگاه خداوند کرد و گفت ای خدا، ما رو ببخش که به درگاهت ناسپاسی کردیم و شکر نعمتهاتو به جان نیاوردیم. گفت یا رب تا نکومی داریم
قانعم گر همچنین بگذاریم. پیش از این از ناسپاسی می گداخت، قدر آن کز بیش بود اکنون شناخت. بله دوستان، چقدر داستان‌های کهن ما دارای پندهای آموزنده و درس‌های بیشماری برای ما هستند. اینکه در عین حال که برای زندگیمون تلاش می‌کنیم، به داشته‌هامون، به آنچه که خداوند برای ما مقدر کرده راضی و قانع باشیم و همچنان به خاطر نعمت‌هایی که برای ما به وجود آورده، حتی کوچکترین هاشون شاکر و سپاسگزار باشیم. ممنونم که این داستان رو هم تا انتها با من شنیدین. یادتون باشه اگر شما هم نکته‌ای از این داستان به ذهنتون میرسه حتما برای ما کامنت کنین. لایک ها و کامنت های شما برای ما بسیار ارزشمنده. من به همراه اعضای تیم قصه ها و رازها کامنت های شما رو میخونیم و پاسخ میدیم. هر شب ساعت 9 به وقت ایران با یک داستان شنیدنی از قصه ها و رازها منتظر شما هستیم. داستان راسو و زاغ. راسو پوزه باریک و دم درازی داشت. رنگش خاکستری سیر بود. دوست داشت رنگش زرد باشه. اما این مال زمانی بود که جوانتر بود و دل و دماغی داشت. از هوای شرجی دلتنگ می شد. نفسش به شماره می افتاد. وقتی بارونای گرم شروع به باریدن می کرد تا چند روز ادامه داشت و اون از زندگی سیر می شد. دلش می خواست توی یه چمنزار خوشاب و هوا بود که آسمونش صاف و آبی بود و نسیم دم درازش رو نوازش می کرد. دوست داشت صاحب لونه‌ای جمع و جور بود و از دربدری و این طرف و اون طرف رفتن خلاص می شد. راسو وقتی حسابی جونش به لب رسید به راه افتاد. با خودش می گفت اگه زیر پای فیلم برم و له بشم بهتر از این زندگیه که من دارم. روزای زیادی راه رفت و گرسنگی کشید. چشمای قرمزش قرمزتر و موهای سفید شکمش کثیف‌تر شد. بعضی وقتا همونطور که راه می رفت یه تیکه گوشت نرم و لذیذ و توی هوا می دید. چشماشو که بیشتر باز می کرد می فهمید که در حال رفتن خوابش برده و گوشتی در کار نیست. یه روز صبح زود از شدت ناامیدی کنار بوته‌ای نشست و گریش گرفت. دلش می خواست به همون جایی که بود برگرده، اما نمی دونست چقدر راه اومده و حالا کجاست. شکمش به پشتش چسبیده بود. بی هدف به راه افتاد و خودشو از سربالایی ملایمی بالا کشید. یه دفعه از دیدن دشتی سرسبز ناله شادمانی سر داد. چشماشو بیشتر و بیشتر باز کرد تا یقین کنه که خواب نیست. نسیم خوشبویی به صورتش خورد. اونجا همون جایی بود که بارها تو خواب و خیال دیده بود. با خودش گفت هر جا که آب و گیاه دیدی فرود بیا. جای تأمل نبود. خستگی از یادش رفت و جست و خیز کنان وارد دشت شد و زیر درخت سدری کهنسال دراز کشید. میوه های کوچیک سدر به اندازه سنجد و به رنگای سرخ و زرد روی زمین ریخته بودند. راسو گفت دیگه تکون نمیخورم. برای همیشه همینجا میمونم. زاغی سیاه که 104 سال عمر داشت بالای درخت سدر نشسته بود و راسو رو تماشا میکرد و خونشو میخورد. زاغ گفت این موش خرمای لعنتی از کجا پیدا شد؟ مثل اینکه خیال داره واسه همیشه اینجا بمونه. اوف، بوی بدش بیچارم میکنه. نه، نمیذارم اینجا بمونه. باید هر جوری شده ردش کنم. زاغ روی شاخه دیگه‌ای پرید و به راسو نزدیکتر شد. اون وقت با خودش فکر کرد باید خامش کنم. اگه از در زور وارد بشم ممکنه لج کنه.
زاغ با این فکر به پرواز در اومد و چرخی زد و نزدیک راسو روی زمین فرود اومد. گفت: سلام دوست عزیز، خوش اومدی، صفا آوردی، چه عجب از این طرفا. راسو جا خورد. اون دل خوشی از زاغ جماعت نداشت. برای همین جواب داد: تا بوده بین ما کینه و دشمنی بوده. حالا این سیاه بد ترکیب چه کلکی تو کارشه؟ با این فکر پرید و به پر و بال زاغ چنگ انداخت. چند تا پر سیاه و بد ترکیب زاغ کنده شد و خودش اون طرفتر پرید و روی سنگی نشست. زاغ گفت: ای بابا راسو جان، این چه کاریه که میکنی؟ من بهت خوش آمد میگم، اون وقت تو سر دعوا داری؟ راسو گفت: برو حقه، برو کلک، چه رفاقتی بین راسو و زاغه؟ من فکر تو رو میخونم، میدونم چه حیله‌ای داری. داستان من و تو به داستان پیاده و سوار میمونه. زاغ پرسید: داستان پیاده و سوار دیگه چه حکایتیه؟ راسو گفت: گوش کن تا برات بگم. در زمانهای قدیم مرد بزازی بود که از این شهر به اون شهر پارچه می برد و می فروخت و با سودش زندگیشو می گذروند. مرد پارچه فروش به سود کم قانع بود. واسه همین در طول سالها نه صاحب حجره‌ای شده بود و نه اسب و شتری داشت. چند تاقه پارچه رو روی دوشش میذاشت و فاصله آبادی‌ها رو پای پیاده طی می‌کرد. بعضی از زنای آبادی‌های سر راه ازش پارچه می‌خریدن و بارش سبکتر می‌شد. اون روز یکی از روزای گرم تابستون بود. مرد پارچه فروش پارچه‌های نخی و کتونی خوشنقش و نگاری و روی شونش گذاشته بود و در حالی که همه تنش عرق کرده بود دلش می‌خواست به اولین آبادی برسه. با خودش میگفت: ظهر که شد آبدوغ میخورم و ساعتی دراز میکشم تا گرما کمتر بشه. مرد پارچه فروش تو این فکر و خیال بود که صدای سم اسبی و از پشت سر شنید. غبار هوا ته گلوشو میسوزوند. خودشو به کنار جاده کشید و وایساد. مرد اسب سوار در حالی که دستار زردی به سرش بسته بود سواره از پیچ جاده گذشت. مرد پارچه فروش سلام کرد. اسب سوار جواب داد: سلام مرد پارچه فروش، چطوری؟ پارچه فروش گفت: شکر خدا، بد نیستم. به این ترتیب مرد سواره و مرد پارچه فروش کنار هم در طول جاده به راه افتادن. مرد پارچه فروش از هر دری سخن میگفت و به سوالای مرد اسب سوار جواب میداد. اون دلش میخواست وسط حرفا یه تعارفی از رفیق سوارش بشنوه. مثلا بگه: مثل این که بار سنگینی رو شونته، بده بذارم رو اسبم. اونا مدتی راه رفتن و مرد پارچه فروش غرق عرق شد، اما همچین تعارفی رو نشنید. عاقبت دل به دریا زد و گفت: ببین خدا خیرت بده، یکم کمک کنیم پارچه ها رو روی اسبت بذارم، میدونی خیلی خستم. مرد اسب سوار با تأسف سری تکون داد و گفت: کاش میتونستم رفیق، اما حیوان بیچاره جو و کاه درست و حسابی نخورده، واسه همین میبینی که تند نمیرم. یه دفعه خرگوشی درشت از کنار بوته‌ای پیدا شد و پا به فرار گذاشت. مرد اسب سوار به هوای گرفتن خرگوش 4 نعل تاخت، اما خرگوش چابکتر از اون بود که گیر بیافته. اون مدتی مرد اسب سوار رو دنبال خودش کشوند و بعد پیچید به مزرعه کنار جاده و ناپدید شد. مرد اسب سوار با حسرت نگاه کرد و اون وقت یاد مرد پارچه فروش افتاد. با خودش گفت: ای داد بیداد، چقدر کودنم، کاش پارچه هاشو میگرفتم و میزدم به چاک. با این فکر به سمت رفیق تازه آشناش برگشت. از اون طرفم مرد پارچه فروش وقتی تاخت و تازه مرد اسب سوار دید با خودش گفت: ای دل غافل، اگه پارچه ها رو بر می داشت و فرار می کرد چه خاکی به سرم می ریختم. مرد اسب سوار تا به مرد پارچه فروش رسید با لبخندی ساختگی گفت: واقعا که هوای گرمیه، ببین اگه میخوای طاقه‌هاتو بده برات بیارم.
مرد پارچه فروشم که از دور خونه های آبادی رو میدید گفت نه رفیق، گناه داره اسبی که جوکای درست و حسابی نخورده بار اضافی به پشتش بذاریم. تازه من فکر تو رو خوندم. مرد اسب سوارم که تیرش به سنگ خورده بود خجالت زده اسب خودشو هی کرد و از اونجا دور شد. راسو داستانش رو تموم کرد. زاغ فهمید که از پس راسو بر نمیاد. برای همین پرواز کرد تا اون حوالی و خوب بگرده و درخت دیگه رو برای لونه درست کردن پیدا کنه. بله دوستان، داستان راسو درس خوبی به زاغ داد. ما هم باید حواسمون جمع باشه که ندیده و نشناخته به هر کسی اعتماد مطلق نکنی. از اینکه این داستان رو همراه من شنیدین و مثل همیشه همراه کانال قصه ها و راز ها هستین، از همتون ممنونم. یادتون باشه حتما ویدیوها رو لایک بکنین و اگر نکته جالبی به نظرتون میرسه برامون کامنت کنین. من به همراه تیم قصه ها و رازها همه کامنت های شما رو میخونیم و جواب میدیم. هر شب ساعت 9 به وقت ایران با یک قصه دیگه از قصه ها و رازها همراه لحظه های شما هستیم.